بعضی‌ها نوروز را نوروز جمشیدی می‌نامند، چرا که به روایت فردوسی خردمندان ایرانی جشن سال نو را که در آغاز فروردین ماه برگزار می‌شد برای تاجگذاری جمشید مناسب و پرشگون دانستند. بزرگان بر او گوهر افشاندند، مر آن روز را روز نو خواندند. بعد از جمشید ضحاک تازی بر سرزمین آهورایی ایران چیره شد. در فاصله استیلای شوم ضحاک تا ظهور فریدون چه بسا ایرانیان نوروز را هنوز جشن می‌گرفتند، اما می‌شود حدس زد جشن نوروزیشان چیزی بوده باشد شبیه مراسمی که در سنوات اخیر در ایران برگزار شده است، بدون رقص و پایکوبی و عاری از ساز و دهلی از سر شوق و شادمانی ملی. نوروز هیچ مناسبت و میانه‌ای با ضحاک و ضحاکیان ندارد. من پرویز صیاد جشن ملی و فرخنده نوروز را به ایرانیانی که بساط ضحاکیان را برچیده می‌خواهند شادباش می‌گویم و تحقق این خواست نهانی یا علنی ملت ایران را آرزومندم.